این نمایشگاه هنری که به منظور روز جهانی هنر برگزار شده است، ده‌ها هنرمند جوان و چیره‌دست در ولایت غور در گوشه‌ای از این نمایشگاه ظلم و ستم رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم فلسطین و زمین لرزی اخیر در ولایت هرات را به نمایش گذاشتند. برگزار کنندگان این نمایشگاه هدف این کارشان را همدردی و غمشریکی به مردم فلسطین و باشندگان هرات عنوان می‌کنند. امروز روز جهانی هنرمند و ما خواستیم که یک همدردی داشته باشیم با مردم هرات و از روز جهانی هنرمند هم تجلیل داشته باشیم و با مردم غزه هم غمشریکی داشته باشیم. این نمایشگاه ایجاد کردیم و این نمایشگاه مدت 3 روز هست. 2 روز اول آقایان هست و روز سوم خانم‌ها هست که خانم‌ها هم سهم فعال داشتن. این نمایشگاه بیشتر درد و مشکلات مردم و زیبایی‌های افغانستان رو نمایش گذاشته و بیشتر از 700 اثر به اینجا هست که کار خودم و شاگردایی که تربیت کردم هست. از سوی هم مسئولین در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور از فعالیت‌های هنری هنرمندان این ولایت استقبال می‌کنند و می‌گویند اداره ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت همواره همکار با هنرمندان خواهند ماند. واقعا بسیار چیزای جالبی به نمایش گذاشتن. تصاویری از غزه در اینجا گذاشتن، تصاویری از زلزله هرات که به هموطنای ما آسیب رسیده بود در اینجا به نمایش گذاشتن. واقعا ما از همچون نمایشگاه حمایت میکنیم. از روز جهانی هنرمند در حال در ولایت غور با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تجلیل می شود که هنرمندان این ولایت اکثر آثار مربوط به ظلم و ستم رژیم صهیونیستی اسرائیل به مردم فلسطین و زمین لرزی اخیر در ولایت هرات را در این روز طی نمایشگاه به نمایش گذاشتند. روز جهانی هنرمند در حال در ولایت غور تجلیل می شود که اینجا ده‌ها هنرمند جوان در ولایت غور طی نمایشگاه آثارهای هنریشان را در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به نمایش گذاشتند. اینجا هنرمندان ولایت غور در گوشه‌ای از نمایشگاهشان گوشه‌ای از ظلم و ستم رژیم صهیونیستی را که بالای مردم ستمدیده فلسطین روا داشتند نیز به نمایش گذاشتند و خواستند از این طریق همدردیشان را با مردم رنجیده فلسطین شریک بسازند. و در گوشه‌ای از این نمایشگاه نیز آثارهای از سوی این هنرمندان کشیده شده و به نمایش گذاشته شده که در اون زلزله اخیری ولایت هرات نشان می‌دهد و این هنرمندان خواستند از این طریق نیز با مردم این ولایت غمشریکی بکنند. احمد شهرانی، تلویزیون ملی ولایت غور.